ای سرزمین آریایی، ای مهد شیراز. شما میدانید مشکلات جوانان جامعه ما چیست؟ مشکلات دختران نداشتن امنیت توسط گشت ارشاد و مشکلات پسران نداشتن امنیت توسط بازگشت ارشاد و نیروی انتظامی. ما جوانان با نشاط میخوایم، جوانان شاداب میخوایم، جوانانی میخوایم که با عزت زندگی کنن، درآمد داشته باشن، شغل داشته باشن. ما جوانانی میخوایم که معنویت و فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و ایرانی رو داشته باشن، برخلاف تمام شعارهایی که در رابطه با آزادی و حقوق شهروندی و مسئله دانشجوها و فعالیت‌های سیاسی داده شده. ما هنوز یک قانون جامع حقوق شهروندی نداریم. ما اولین کاری که می‌کنیم تو همون سال اول یک لایحه حقوق شهروندی رو تنظیم می‌کنیم از حریم خصوصی، فعالیت‌های سیاسی دانشجویان، آزادی بیان، روابط و مناسبات اجتماعی و بسیاری از مسائل دیگه. قانون ما خواهیم داشت، آموزش‌ها را خواهیم داد. خود من و دولت رو به عنوان یک ناظر دنبال خواهیم کرد. اگر شما در دولت من کوچکترین تجاوز رو از قانون، من میز ریاست جمهوری رو رها میکنم، خودم میام اینجا اون مأمور خاصی برخورد میکنم. هیچ کسی حق تجاوز از قانون را نداشته باشه.